الان این همه هنرمند داخل ایران شیعه هست، سنی هست، بیاد خارج از کشور شلوارش کلا بکشه پایین، فکر می‌کنی هالیوود؟ نه، یک بهایی فقط میره هالیوود به نام گلشیفته برایی. بعد از اینکه یه سال جا فشار آوردن، خانم گلشیفته گفت بعد من بهاییم، قرةالعین طاهره قرةالعین امام من است. که از زمان طاهره قرةالعین 150 سال پیش که روسریشو در آورد، شاعره فوق‌العاده ایران که کشتنشو انداختن توی چاه، نمیگفت، هیچ کی نمیگفت، همین روشونو برد، هیچ کس نمیگفت، هیچ کس نمیگفت اینا که لاله باشه در میان دینشون چیه. تحریک میکنه، زیر چادر بودنه که اونا رو تحریک میکنه. اون نبردگاهی چیزیه که این زیره، همون چیزی که اون سینمای جهان هم کار کردن. یعنی وقتی گلشیفته اومد بیرون، ثانیه که از اونجا اومد بیرون بهش پول دادن، بهش غذا دادن، شلوارش حالا دامنت اینجوری میکنی، بیا برو هالیوود. یا بزغاله که تو ایران میشیشن تو صورتش، اینجا شد سردمدار هالیوود. چرا؟ برای اینکه بهاییه. باید قبیش کنن. همین کار در دوران رضا شاه کردن.